درود بر شما دوستداران سرزمین میانه، به انگرمینو خوش اومدید. خب بریم سراغ سریال. تو این قسمت با تاثیر حلقه قدرت بر پادشاه دورف‌های خازادوم یا موریا آشنا میشیم. تو قسمت قبل دیدیم که برخلاف 3 حلقه‌ای که برای الفا ساخته شده بود، ساورون در تولید 7 حلقه دورف‌ها نقش مستقیم داشت. بر اساس کتاب، حلقه‌های دورفی این مخلوقات پوست کلفت و مثل آدما به تاریکی مطلق نمیکشونه، بلکه خیلی اونا رو نسبت مالندوزی و ثروت حریص‌تر میکنه. تو این قسمت سریال خیلی زیبایی موضوع رو نشون میده. وقتی دورین سوم حلقه رو به دست میگیره، انگار ناخن‌ها در بازتابی از طلا قرار میگیره. منظری که همزمان زشتی و بدشگونی این حرص مال رو به تصویر میکشه. جلوتر دورین سوم با دانشی که بر اثر حلقه ها به دست آورده، مسیرهای نور رو از غیب کشف میکنه و دوباره نور رو به خازادوم برمیگردونه. بر اثر همین دوستی عمیقی بین الف‌های رگیان و دورف‌های خازادوم ایجاد میشه. البته توی کتاب دلیل این دوستی به این شکل روایت نشده، ولی باز هم کاملا اشاره شده که دورف‌های خازادوم روابط بسیار نزدیکی با الفا داشتن و در این مورد بسیار خاص بودن. این هم همون دریه که در کتاب و فیلم اول ارباب حلقه ها یعنی یاران حلقه دیدیم. رمز این در ملون هست که به زبان الفی میشه دوست و نشان دهنده روابط عمیق بین دورف‌های خازادوم و الفاست که در این دوره به وجود اومد. خب ولی تو این فیلم دیدیم که سارون هنوز رضایتش جلب نشده و به فکر نقشه‌های پلید خودشه. مهارت‌های حیله و فریب سارون به زیبایی نشون داده شده. کلبریمور دوست نداره برای انسان‌ها حلقه بسازه، زیرا روح انسان‌های فانی رو بسیار تخریب پذیر میدونه. کلبریمور به حقیقتی اشاره میکنه که توی دنیای واقعی ما هم صادقه. بسیاری از بدبختی‌هایی که انسان‌ها باشون روبروان حاصل کار خودشونه تا هر پلیدی دیگه‌ای. سارون جمله جالبی در مورد نومنور، قلمرو بزرگ و با شکوه انسان‌ها میگه I fear نومنور. اینجا دیالوگ به نحوه استادانه‌ای نوشته شده، زیرا که این جمله 2 معنی میتونه داشته باشه. یکی این که من از آن چیزی که ممکنه برای نومنور رخ بده میترسم، که مفهومی که در ظاهر میخواد سارون انتقال بده، ولی یه معنی دیگه هم میتونه داشته باشه که یعنی من از خود نومنور میترسم. ما از متن کتاب میدونیم که نومنوریا حکومت تازه شکل گرفته سارون رو در آینده نابود میکنن. یک بار دیگه هم ایزلدور که از اهالی نومنوره کلک سارون رو میکنه. پس اینجا معنی باطنی جمله سارون میتونه این باشه. جلوتر سارون برای فریب کلبریمور از انسان‌هایی نام میبره که در اوج تاریکی آورنده روشنایی بودن. پهلوانان داستان‌های سیلماریون، ارندیل که پدر ارلونده و موفق شد والار رو برای نجات سرزمین میانه راضی کنه، برن قهرمان انسانی که به نوعی برای به دست آوردن لوتین، الف زیبایی که عاشقانه دوست داشت، هفت‌خوان رستم رو طی کرد و یکی از سیلماریل ها رو شخصا از تاج مورگوت کند و در این راه سختی‌های بسیاری متحمل شد و رشادت‌های بسیاری به خرج داد. تور، قهرمان دیگری که عملاً به دلیل رشادت‌هاش با الف‌ها از جهان فانی خارج شد و به جاودانگی رسید. سارون در اینجا شرونانه از نام دشمنان قسم خورده‌اش استفاده میکنه تا کلبریمبور رو فریب بره. سارون پیشنهاد میده که 9 انسان با قلب پاک رو پیدا کنن و 9 حلقه رو به اونا بدن. جالبه بدونید بعضی از این 9 صاحبان حلقه که در آینده به وجود میان دوست داشتن از قدرت حلقه برای کارهای نیک استفاده کنن و قلب‌های پاک داشتن، ولی در نهایت بر اثر حلقه ها به پلیدی کشیده شدن و تبدیل شدن به اشباح حلقه. در نومنور ما فارازان رو میبینیم، مردی جاه طلب که به نامیرایی الف‌ها غبطه میخوره و دوست داره تمام راه و رسوم الفی رو از بین ببره و گمراهی داره از چشش فوران میکنه. از همینجا میتونید بفهمید که این انسان چقدر قابلیت خباثت و گمراهی داره. پدر سوخته تو قسمت قبل عقابی که مانوه برای جشن تاجگذاری ملکه مومن و برحق فرستاده بود به نام خود کرد و انگار حرص و طمعش رو انتهایی نیست، همچنین نفرتش نسبت به الفا. از همینجا میتونید حدس بزنید که سقوط نومنور، این آتلانتیس دنیای تالکین، از کجا کلید خواهد خورد. در اینجا ملکه جمله زیبایی میگه که به دل من خیلی نشست. رمز پیروزی همه نبردها جنگیدن نیست، بلکه بعضی از نبردها رو با صبر و گذشت میشه به پیروزی رسید. ملکه اینقدر شریفه که از حق خودش بگذره ولی جلوی سقوط نومنور رو بگیره. و حالا من یه جمله اضافه میکنم. گاهی وسواس برای جلوگیری از چیزی
فقط اتفاق افتادن اونو سریعتر میکنه. ملکه همیشه میترسید که نومنور سقوط کنه و الان که الندیل نمیتونه توی اون گوی پیشگو اون واقعی غم انگیز رو ببینه، فکر میکنه که آره اگه از تاج و تخت کناره‌گیری کنه و تخت رو به فارازون بسپره جلوی این اتفاق گرفته میشه، در حالی که نه، کاملا اشتباه میکنه. صحنه مهم دیگه ای که از سریال نیاز به توضیح داره در جلوتر رخ میده، زمانی که همسر دورین با قدرت آواز خودش پی به حضور بالروگ موریا در اعماق کوها میبره و از بد روزگار این موضوع همزمان شده با حریص شدن دورین سوم و آتش سیری ناپذیرش برای ثروت که بر اثر حلقه به وجود اومده. از همینجا میتونید حدس بزنید که چه تباهی بزرگی در انتظار خواهد بود و قلمرو بزرگ خازادوم چجوری تبدیل به سرزمین تاریک موریا خواهد شد. در آهنگری کلبریمبور از سوی دیگه میبینیم که ساران به تنهایی ساخت 9 حلقه رو برای انسان‌ها شروع کرده، ولی کلبریمبور همچنان از کمک کردن بهش سر باز میزنه. در همین حین برای اولین بار ما حلقه‌ای رو میبینیم که قابلیت غیب کردن صاحب خودش رو داره. الف آهنگر بعد از به دست کردن حلقه دنیای غیب رو میتونه ببینه و پی به حضور پلیدی ساران در نزدیکی خودشون میبینه. ساران ولی بعداً با چرب زبونی و لاس زدن موفق میشه ذهن آهنگر رو از خودش به سمت کلبریمبور نگونبخت منحرف کنه. توی این قسمت و همچنین فصل قبل دیدیم که انگار ساران نسبت به گالادریر احساسات واقعی داره، اما آیا این بر اساس کتاب‌ها ممکنه؟ بله ممکنه، کاملا ممکنه. ما قبلا در داستان‌های سیلماریون عشق بین مایار و الفا رو داشتیم و علاوه بر اون در داستان لوتین و برن، لوتین که یک الف بسیار زیبا و صدای جادوییه به قصر مورگوت نفوذ میکنه و مورگوت وقتی اونو میبینه و صدای آواز اونو میشنوه افکار مثبت 18 به ذهنش هجوم میاره. تازه مورگوت که از والار بود و مقام این بلند پایه‌تر از ساران که یک مایا هست داشت. اما چیزی که تو این سریال منو همیشه اذیت کرده و انگار قراره همینجوری اذیت بکنه، بیشتر از اینکه محتوای خاصی باشه، قدرت بازیگری ضعیف این بازیگرایی که انتخاب کردن، یا بهتره بگم صحنه‌های جاهای به جایی که وایب فیلم بدن بیشتر حس تئاتر رو منتقل میکنن. شما راجع به این چی فکر میکنید؟ آیا بهتر نبود به جایی که اینقدر خرج جلوه‌های ویژه بکنن یه قرون 2000 هم برای 4 تا بازیگر درست حسابی خرج میکردن؟ ای بابا. در انتهای فیلم میبینیم که ساران که هنوز به تنهایی قادر نیست حلقه‌ای بسازه، کلبریمبور رو از روی عذاب وجدان و ترس و وحشت فریب میده تا بهش در ساخت 9 حلقه انسان‌ها کمک کنه. این بود نکات مهم قسمت 5. چکش آله تو سر بدخواهاتون. تا درود دیگر، بدرود.